هر کسی که برخلاف مذهبتان فتواتون میتد قبولش نکنین. اینم قدر گپ. برای چی که وای رویه خودشا عقیده خودشا باید که در تو بار کنه، تو باید قبول کنی و از مذهب خودت تو باید روی بگردونی. برای چی؟ استاد ما در پانتون میگوید که بیرون شدن از مذهب کفر است، ولی شخصا خودم به این عقیده نیستم. باز هم بیان کنیم. من تاسف میکنم که از کدام مذهب، اگر از مذهب بیرون شدن کفر باشه، ابو استاد پانتون بگو 3 مذهب از مذهب حنفی بیرون است، کافر است. باز چی جواب میده؟ همون جواب باشه. حنفی برود یک مملکت شافعی مذهب چی کنه؟ مثلا از کی پرسان کنه؟ یک حنفی مذهب عالم اونجا نیست، چی طور بکنه؟ یک شافعی مذهب در افغانستان بیاید، از کی پرسان